سلام، من نلا هستم. به چنل من خوش اومدین. امروز اومدم توی یه ویدیو جدید گرامر پرزنت پرفکت یا حال کامل رو و کاربردهاشو بهتون یاد بدم. پس همراه هم بمونید. گرامر پرزنت پرفکت یا حال کامل جزو پرکاربردترین زمانهای استفاده شده توی روزمره خودمون یا حالا انگلیسی زبان هاست. یکی از کاربردش که بیشترین استفاده رو داره recently finished actions، کارهایی که به تازگی به پایان رسیدن یا اشاره به اثر جامانده از کاری که معمولاً به تازگی انجام شده بدون اشاره دقیق زمان آن. خب بریم مثالا رو ببینیم. I have just washed the clothes. من تازه لباسا رو شستم. خب ما اینجا به یک ضمیر یا فاعل نیاز داریم که اینجا I میشه به اضافه have. ببینید برای I, you, we, they ما از have استفاده میکنیم، ولی برای she, he و it از has استفاده میکنیم به اضافه past participle یا شکل سوم یک فعل. خب ما اینجا یک just هم داریم که یک قیدیه که فقط برای present perfect استفاده میشه و وسط have و فعل اصلی میاد. خب یه چیز دیگه هم هست که اگه ما بخوایم I و have رو با هم مخفف کنیم میشه I've. اگه بخوایم she یا he با has رو مخفف کنیم میشه she's already finished her homework. اون قبلا تکالیفش رو انجام داده. خب already هم بین فعل اصلی و has میاد. A thief has stolen my car. یک دزد ماشین منو دزدیده، هنوزم پیدا نشده. یا اینجا که نوشته من لباسا رو تازه شستم، شما اگه برین لباسا رو ببینین هنوز خیسن، پس اون نشانه انجام کار هنوز مونده، ما میتونیم ببینیمش. پس این میشه کاربرد اول. خب بریم برای کاربرد دوم. کاربرد دوم چیه؟ اشاره به تجربه انجام کاری یا عدم انجام کاری در گذشته. برای استفاده از این کاربرد present perfect از یه سوال استفاده میکنیم. Have you ever؟ آیا تو تا به حال؟ Have you ever worked with such a device؟ تا حالا با همچین دستگاهی کار کردی؟ Yes, I have worked with such a device. Or no, I haven't worked. خب اول فعل کمکی have رو میاریم، بعدش ضمیر رو میاریم، بعدش ever و بعدش past participle. خب سال دوم چی میگه؟ Have you ever traveled to Russia؟ Yes, I have traveled to Russia. خب این شد از کاربرد دوم. خب رسیدیم به کاربرد سوم که میشه اشاره به انجام یا عدم انجام کاری در یک بازه زمانی. فرقش با قبلی چیه؟ این یک بازه زمانی داره. ما توی جمله‌مون حتما باید یک بازه زمانی قید کنیم. یعنی یه کاری و یه زمانی داریم انجام میدیم یا انجام نمیدیم. به مثالا توجه کنید. I haven't eaten sushi since last year. من از پارسال تا حالا سوشی نخوردم. I have worked for this company for 11 years. من برای این کمپانی یا شرکت برای 11 سال کار کردم. Cops haven't found my car yet. خب فرق این با بقیه چیه؟ این هم میتونه توی کاربرد سوم قرار بگیره، هم کاربرد اول. فرق نمیکنه. یعنی پلیس ها هنوز ماشین منو پیدا نکردن. He has been a teacher for 5 years. اون برای 5 سال معلم بوده. خب توی این کاربرد یه سری قیدهای زمانی هست. since، for و yet. خب وقتی که از since و for استفاده میکنیم بعدش میخوایم از یک
بازه زمانی استفاده کنی و yet رو که میشه هنوز بعد توجه کنید که آخر جمله باید ازش استفاده کنی و جمله باید حتما منفی باشه. توی جمله هایی که already و so far دارن بعد اون جمله حتما مثبت باشه و اگه yet داشته باشه باید حتما جملمون منفی باشه. خب اینم از کاربرد سوم. میریم توی تخته دیگه و تفاوت present perfect رو با گذشته ساده میبینیم. خب رسیدیم به یه اشتباه بزرگ زبان آموزا. زبان آموزا نمیتونن تفاوت بین گذشته ساده و حال کامل یا present perfect رو با هم تشخیص بدن، بدونن تفاوتشون چیه. ولی خب امروز میخوام من بهتون یاد بدم. I parked my car in front of the door yesterday. I have parked my car in front of the door. جمله بالایی گذشته ساده است، جمله پایینی present perfect. اینجا ما یه have داریم و اینجا یه yesterday داریم. خب این جمله یعنی که من ماشینمو دیروز روبروی در پارک کردم. الان تو اگه بری روبروی در منو ببینی ممکنه اون ماشینه نباشه. خب ولی جمله دوم چی میگه؟ I have parked my car in front of the door. هیچ قید زمانی هم نداره، ولی در زمان گذشته باید حتما اون زمان رو حتما باید استفاده کنی. خب من ماشینم رو دیروز جلوی در پارک کردم. تو الان اگه بری جلوی در منو ببینی هنوزم ماشین اونجاست. پس تفاوتشون چیه؟ اینجا معلوم نیست که ماشین جلوی در باشه، ولی توی جمله دوم حتما ماشین روبروی دره. خب اینم از گرامر پرزنت پرفکت. امیدوارم که به خوبی یادش گرفته باشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونین لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعد، بدرود.